صبح دوم ینور تقریبا ساعت 8 یک ماشین سیمنتکش تمغه شکمن با تقریبا 40 تن سیمنت در محله 82 شهر دوشنبه دچار صدمه شده است. به گفته شاهدان راننده را ظاهرا در سر فرمان خواب برده است و ماشین از راه اساسی برای طرف ایستگاه گذشته چپ شده است. در عکس و نوارهایی که شاهدان حادثه به پایگاه خبری بامداد فرستادند دیده می شود که برای برداشتن و به پایش راست کردن ماشین سیمنت یک کران مقتدر را آوردند، ولی وزن ماشین و بارش چنان زیاد است که حتی زور کران به آن نمی رسد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. میلیسیای دوشنبه هفته گذشته خبر داد که سال 2021 در کوچه راههای پایتخت کشور در 242 صدمه نقلیاتی 33 نفر هلاک گردیده، 254 نفر دیگر جراحت‌های گوناگون برداشتند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت هرچند این آمار در مقایسه با منطقه‌های دیگر کشور کمتر است، ولی تصمیم گرفته شد که با مقصد تنظیم حرکت واسطه‌های نقلیات در کوچه و خیابان و راه‌های نقلیات گرد حدود شهر دوشنبه و بلند برداشتن انتظام اشتراکچیان حرکت در راه‌ها سال 2022 برای مقامات میلیسیای پایتخت سال تنظیم و رعایت قاعده‌های حرکت در راه اعلام کرده شود.